نماز جمعه. پس از اینکه سایر امتها به ویژه یهود و نصارا از گزینش بهترین روزهای هفته به بیراهه رفتند، الله سبحانه و تعالی مسلمانان را به روز جمعه هدایت فرمودند. چنانچه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند بهترین روزی که خورشید در آن طلوع کرده روز جمعه است که در آن آدم آفریده شده و در همین روز به بهشت داخل شده و نیز در همین روز از آن بیرون شده. و نیز آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی که غسل کرده به نماز جمعه آمد و نماز خواند به قدری که توان داشت، پس از آن به خطیب گوش فراداد تا از خطبه اش فارغ گردید، سپس با وی نماز خواند، بخشیده شد آنچه که میان این جمعه تا جمعه دیگر بود و همچنین اضافه از آن 3 روز دیگر. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند نمازهای 5گانه جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان جبران کنندند اگر از گناهان کبیره اجتناب شده باشد. و در این روز هر هفته مسلمانان به مسجد جامع برای شنیدن موعظه و ادای نماز جمعه می شتابند، زیرا که الله تعالی بر هر مسلمان بالغ و عاقل که عذری در ترک آن ندارد نماز جمعه را فرض نموده است. چنانچه خداوند می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که در روز جمعه برای نماز ندا کرده میشوید به سوی ذکر الله بشتابید و خرید و فروش را ترک کنید، این برایتان بهتر است اگر بدانید. سوره جمعه آیه 9. و نیز نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند اقوامی باید از ترک جمعه ها نهی شوند و یا اینکه الله تعالی بر قلبهایشان مهر میزند که بعد از آن از جمله غافلان میشوند. بر زن نماز جمعه واجب نیست و بر کودک و مسافر و بیماری که در رفتن به نماز جمعه برایش مشقت است، همانطوری که بر باده نشینان و خیمه نشینان کوچی نیز واجب نمی باشد. ولی اگر اینها به نماز جمعه با دیگران حاضر شدند کفایتشان را می کند و اگر حاضر نشدند نماز ظهر را می خوانند. و برای ادای نماز جمعه به طور درستش باید که در وقت نماز ظهر خوانده شود و باید در آن جماعتی حضور یابد. پس نماز جمعه برای تنها گذار درست نیست و کمترین شمار جماعت 3 تن است و باید 2 خطبه قبل از نماز باشد، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به آن مواظبت کردند و اگر اکثر حضور کسانی باشند که زبان عربی را می‌دانند، به خاطر توجه به آموزش عربی خطبه نیز به عربی خوانده می شود. و اگر بیشتر حضور کسانی بودند که به زبان عربی آشنایی ندارند، اشکالی ندارد که خطبه ها به سایر زبان ها خوانده شود، زیرا اساس خطبه آموزش و راهنمایی بوده، نه مجرد خواندن خطبه، با رعایت بعضی متن‌های عربی مانند ذکر آیات قرآنی و احادیث نبوی به زبان عربی با ترجمه معانی آنها به سایر زبانها اگر ممکن بود. و خطبه جمعه دارای ارکان نیست، بلکه هر آنچه در عرف به آن اسم خطبه اطلاق می شود درست است، ولی برای کمال خطبه باید خطیب حمد و سپاس الله تعالی و کلمه های شهادتین را بگوید و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستد و توصیه به تقوا و پرهیزگاری خداوند و نیز بعضی از آیات قرآن را بخواند و موعظه نیز بکند. مستحب است که خطبه از بالای منبر باشد و خطیب هنگام بالا رفتن به منبر بر مردم سلام بگوید و میان 2 خطبه با نشستن اندک جدایی ایجاد کند و کوتاه باشد و در آنها دعا نیز بخواند. در هنگام خطبه امام در روز جمعه برای نمازگزاران حرف زدن حرام است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند اگر در هنگام خطبه امام در روز جمعه به دوستت گفتی که خاموش باش، بدون تردید بیهوده گفته ای. میان شانه های مردم راه رفتن مکروه است مگر اینکه امام باشد و یا اینکه جای خالی بوده، به جز از این کار راهی برای رسیدن به آن نباشد. نماز جمعه 2 رکعت بوده که در آن قرائت جهریه است و سنت آن است که در رکعت اول بعد از سوره فاتحه سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره منافقون را بخواند و یا اینکه در رکعت اول سوره اعلا و در رکعت دوم سوره الغاشیه را بخواند.
و بر مسلمان است تا زود هنگام برای نماز جمعه آماده شود. اگر از نماز تأخیر کرد و رکوع را با امام در رکعت دوم دریافت، نماز جمعه را تکمیل می کند و اگر به رکعت دوم نماز جمعه نرسید پس نماز ظهر را می خواند. و مانند آن است کسی که نماز جمعه از وی به سبب خوابیدن و یا غیر از آن گذشت، باید که نماز ظهر را 4 رکعت بخواند. برای مسلمان مستحب است که در روز جمعه سوره الکهف بخواند، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند کسی که سوره الکهف را در روز جمعه بخواند در میان 2 جمعه برایش نوری روشن می‌گردد. و بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم درود بسیار گفتن نیز سنت است، زیرا که فرمودند در روز جمعه درود بر من را بیشتر گویید، زیرا هر که در روز جمعه بر من درود بفرستد بر من درودش عرضه می شود. و همچنین غسل کردن در این روز نیز مستحب است و خوشبویی زدن، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم مردی غسل می کند در روز جمعه و یا خود را به قدر توان پاک می کند یا خوشبویی می زند، پس از آن از خانه خارج می شود و در مسجد نیز میان 2 تن جدا نمی کند. بعد از آن چند رکعت نماز می خواند و پس از آن هنگام سخنرانی امام خاموش می نشیند، مگر اینکه میان این جمعه و جمعه دیگر گناهانش مغفرت می شود. و سنت این است که منبر دارای 3 پلکان باشد تا از منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی شود. آنچه به سوره جمعه نامیده شده به سنت ربطی ندارد، آنچه که به اوراد روز جمعه نامیده شده به سنت ربطی ندارد، طوری که نمازگزاران قبل از نماز جمعه در مسجد نشسته به تلاوت قاری قرآن گوش میدهند تا اینکه اذان داده شود و یا اینکه سرودها و یا ذکرهای دست جمعی از بلندگو خوانده می شود. و اگر نمازگزار آمد در حالی که امام خطبه میداد 2 رکعت خفیف قبل از نشستن بخواند، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یکی از شما در روز جمعه آمد در حالی که امام خطبه میخواند باید 2 رکعت نماز بخواند و در آن سرعت کار گیرد. و خطیب در هنگام دعا دستانش را بلند نمی کند بلکه با انگشت سبابه اشاره می کند، مگر در نماز استسقا و یا دعا برای توقف باران. از حسین ابن عبدالرحمن روایت شده که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که خطبه میداد، هنگامی که دعا میکرد این چنین میگفت، با انگشت سبابه اش اشاره میکرد. و برای نماز جمعه سنت قبلی نیست، ولی مستحب است که پیش از اذان نفل بخواند، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند کسی که غسل کند در روز جمعه و خود را به قدر توان پاک می کند یا خوشبویی می زند، پس از آن از خانه بیرون می آید و در مسجد نیز میان 2 تن جدا نمی کند، بعد از آن چند رکعت نماز می خواند و پس از آن هنگام سخنرانی امام خاموش می نشیند، میان این جمعه و جمعه دیگر گناهانش مغفرت می شود. و سنت‌های بعدی را 2 رکعت می خواند، به دلیل روایت ابن عمر رضی الله عنه که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از جمعه 2 رکعت در خانه‌اش می‌خواندند و یا 4 رکعت، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کسی از شما اگر بعد از جمعه نماز می‌خواند باید 4 رکعت بخواند، بهتر آن است که در خانه بخواند. و هرگاه عید و جمعه با هم در یک روز جمع شد، احتیاط آن است که نماز عید و نماز جمعه هر دو خوانده شود و اگر عید را خواند باید اقلاً ظهر را بخواند. برای مردمان شهرک‌های دور مجاز است که اگر نماز عید را خواندند برای نماز جمعه برنگردند. از ایاس ابن ابی رمله شامی روایت است که گفت من حاضر بودم که معاویه از زید ابن ارقم پرسید آیا تو با رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد 2 عیدی بودی که در جمعه واقع شده بود؟ گفت آری. آن حضرت در روز اول روز نماز عید را خواندند، پس از آن برای جمعه رخصت داده فرمودند کسی که میخواهد نماز جمعه بخواند نماز جمعه بخواند.